برای در سطح بلند پیشرفت گرفتن جشن نوروز علام‌افروز در شورای دوشنبه پرسوزده و در همه جماعت دولت ناحیه شهرنو کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارد. با مقصد آبادی و سازندگی ناحیه، کارمندان مؤسسه منزلی کمونالی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرنو تصمیم گرفتند که فعالیت خود را جهت زیبایی اطراف و سالمی جامعه روانه سازند. همه کوچه‌های ناحیه با شعار و آویزه‌های عیدانه و اقتباس‌های شاعران و نویسندگان آرا داده می‌شود. نزد بیناهای کارخانه و تشکیلات گل‌های آرایشی و رنگارنگ می‌شینانند. دستاوردهای دوران استقلالت از آن گواهی می‌دهد که مردم وطندوست و سربلند این گوشه کشور تحت سروری پیشوای ملت محترم امامی رحمان در تحکیم اقتدار اقتصادی تاجیکستان سهم ارزنده می‌گذارند و سعی و تلاش به خرج می‌دهند که بهر آبادی منطقه سهمگذار باشند و جشن‌های ملی کشور را در سطح بلند مهنتی پیشواز گیرند. امروز ساکنان ناحیه شهرنو به جشن نوروز علام‌افروز تیاری همه‌جانبه دیده ایستادند. ما کارمندان مؤسسه کمونالی برای آرا و زیبا گرداندن کوچه و خیابان‌های ناحیه شهرنو سهم خود را گذاشته ایستادیم. از جمله برای زیبا آباد و گرداندن ناحیه شهرنو در خیابان و کوچه‌ها گل‌های رنگارنگ شینانده ایستادیم و سنپای سومنک را آماده کرده ایستادیم. شعار و آوازهای نوروزی را نصب کرده ایستادیم. ما کوشش میکنیم این جشن باستانی نوروز عجم را با یک شکوه و شهامت خاصه استقبال گیریم. باید گفت که بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهرنو زیاده از 400 انشاءات تعیناتشون گوناگون از جمله باغی به نام اسماعیل سامونی، پرچم، میدانچه‌های ورزشی و دیگر انشاءات تعیناتشون گوناگون به نقشه گرفته شده بود، همه آن ساخته به استفاده داده شد. ساکنان این گوشه کشور اناکنون نقشه دارند که جشن‌های ملی کشور از جمله نوروز بین‌المللی و 35 سالگی استقلال کشور را نیز با دستاوردهای نظررس استقبال گرفته و شفر شاهراه و گلدشت‌های آن را به مبزه‌های فورم و دیوارها تبدیل کنند.